چطور؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیو بمب خفن و جدیده دیگه. بچه ها همونطور که از تایمنل و تایتل ویدیو متوجه شدید، امروز داخل این ویدیو قراره که بریم یکی از خفنترین گیم پلی های یکی از بهترین پلیرای این گیم رو با هم دیگه ببینیم که اسمشون روک اف هستش که یکی از بهترین پلیرای این گیم هستش. نه چیت هستش نه چیزی هستش و به صورت خیلی حرفه‌ای داره پلیشو میده و تقریبا هر 3 ماه یا 4 ماه بار یه ویدیو گیم پلی در خودش میذاره و بازیش به شدت خفنه، یعنی کلا تیراژ قرمزه و یکی از نظر من البته یکی از بهترین پلیرهای این گیمه، چون حالا وایت هم هست که اونم قشنگ پلی میده، ولی خب من سبک بازی این بشر رو خیلی بیشتر از وایت میپسندم و داخل این ویدیو قراره که بریم یه گیم پلی خفن که یکی از بهترین گیم پلیاشه رو با هم دیگه ببینیم و نظرمون رو راجع به این پلیر خفن بگیم. قبل اینکه بریم سراغ این ویدیو ممنون چه جوری بازی میکنه ببینید دیگه، خودتون قشنگ ببینید چه جوری میزنه ادیتو، ببینید فقط ببینید، خودتون ببینید و خودتون راجع به بازیش پیشنهاد بدید. ببینید فقط چه جوری میزنه. خب بچه واقعا خفن پلی میده روک اف، واقعا بازیش اوکیه به نظر من و یکی از بهترین پلیرهاست. خودتون دیگه ببینید چه جوری میزنه. آجی خیلی خفن پلی میده به نظر من. ببین اصلا من سبک بازیش عاشق سبک بازی شدم. چقدر تمیز پلی میده، نه این بات نه چیتی نه چیزی، قشنگ داره پلیشو میده بدون هیچ مانعی داره پلیشو میده، نه چیتی هست نه چیزی هست. یه کوچولو بریم جلو. خب اینجا ببینید فقط چجوری میزنه، فقط دیگه خودتون چاله ببینید چجوری کله رو پرت میده. یکی از بهترین پلیر هست به نظر من. خیلی خفن پلی میده. فقط شما ببینید در مجموع چند تا کیل میزنه. ببین اصلا تیراژ قرمز، ببین دیگه. ولی خب وست هم میزنی، یعنی شما اگه چیت باشی ببینید مثلا یه دونه وست که نمیزنید دیگه، قرمز میخوره قشنگ، چون با سرعت بازیش ببینید وست باشه این بنده خدا وست اینم خورد. ببینید شما وقتی چیت باشی کلا دیگه قرمز میخوری. بعد این پلیر من خیلی خودم سرعت سویچ و این چیزاشو، سرعت بازیشو، این چیزا باعث شد که این پلیر بشه یکی از پلیرهایی که من خیلی دوست دارم. البته بی تو که اینا هم خیلی خوبن که هر کسی توی زمینه فعالیت داره. بریم جای فایتشو ببینیم دیگه. خودتون دارین میبینید که چجوری این پلیر تمیز پلی میده. 30 و نمیدونم چند تا هم کیل میزنه. سبک بازی و ساده بودن پلیش همین خیلی مثبته. مثلا ببینید چقدر قشنگ و تمیز پلی میده. اینجا راجی ببینید چند تا رو میزنه الان. خودتون ببینید این دوتا فعلا با خیلی تمیز پلی میده، یعنی سبک بازیشو من خیلی هستم. خودتون بچه بعد دیگه این پی سی هم هستش، گوشی نیست، پی سیه. اون گوشی خیلی سخته اینجوری زدن. بعد بچه ببینید چجوری چقدر راحت فرار میکنه، دوباره از اون ور میاد میزنه. چقدر قشنگ این سبک پلی. بعد فکر کنم این نمیدونم چه سروری، این چقدر قشنگ زدشون، 4 نفره زدشون. فقط اینکه این دیست عزیزمون دنس میزنه نمیدونم ولی بچه پینگشو ببینید، پینگ 17. بچه پینگ ما پینگ اینا 17، پینگ ما با پینگ 500 داریم اینجوری پلی میدیم. ما هم پلیرها خیلی خوبی داریم، حالا چه یوتیوبر چه غیر یوتیوبر، قشنگ پلی میدن. مثلا همین یه نفر رو 2 نفر رو بخوام 3 نفر رو بخوام نام ببرم براتون. حسین میل تمیز پلی میده، امیر قاتل تمیز پلی میده، مستر قشنگ پلی میده. کلا گیم ما مثلا اگه ما پینگمون انقدر به خوبی ایشون بود مثلا خیلی بهتر هم میتونستیم بازی کنیم. مثلا شما خودتون پینگ ما رو در مقابل اینا مقایسه کنید. ما مثلا بعضی وقتا پیش اومده که مثلا یخو میزنی، بعد اینکه یخو میزنی در جا ناک میشه. این دلیلش چیه؟
دلیلش ضعیف بودن پینگه. ولی شما اگه پینگت خیلی خفن باشه دیگه این درجا اصلا همچین چیزی وجود نداره. قشنگ هم همونطور که میبینید گیم پلیش چقدر گاد و قشنگ و تمیز داره بازی میکنه. خودتون ببینید دیگه، خودتون همه چی پای خودتون. ولی خدایی قشنگ پلی میده. ببینید به موقعش وست میزنه، به موقعش هد میزنه. بعد بچه خیلی حرف سولو به اسکات 30 تا کیلا کلن پلیر خودشون. البته یکم دیگه اینا مسکو هستن، چون حالا به عبارتی شما 4 نفری بریزی سر یکی که کلن چیزی از یارو نمیمونه. ولی خب به هر حال قشنگ پلی میده و پلیر خیلی اوکی هستش به نظر من. یکم اینجا رو رد کنیم بریم جلوتر ببینیم با هم دیگه. بچه همونطور که میبینید تقریبا زونای دوم سومه و 22 تا کیل زده. یعنی 22 تا کیل میدونید خیلی حرفه، خیلی قشنگ پلی میده به نظر من این پلیر و واقعا 10 میلیون ساب حقشه. هرچند دیگه اگه این پینگ ایشون تو کشور ما بود قطعا ما هم پلیرهایی از این بهترم داریم دیگه. امیدوارم که یه روزی پینگ ما هم اوکی بشه و بتونیم با پینگ 17 بازی. اصلا پینگ 17 خدای شما دیدید؟ خدایی جون من تا حالا پینگ زیر 80 ثابت دیده بودید اصلا؟ والا من که پینگ زیر 99 تا حالا ثابت ندیدم. حالا 92 هم واسه چند ثابت هم نیست، 99 چند دقیقه ثابت بعد میرینه. خدای شما دیدید اصلا تا حالا پینگ مثلا 80 تو ایران ثابت مونه در حد نیم ساعت؟ اصلا ببین 13 17 بین 17 به بالا نمیره. 17 14 16 15 یعنی بین این عدد هست فقط. این پینگ دیگه ثابته برای اونا. ولی آجی پینگ پایین اینو نعمت. مثلا بچه من دیدم بعضی عربا مثلا دیگه پینگشون خیلی 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 خوبه دیگه. پینگشون چنده؟ 2 1 2 1. بعد بچه مثلا پینگ 90 واسه اونا حکم پینگ 999 واسه ما داره. یعنی اونا تو طول عمرشون پینگ 999 رو ندیدن ولی ما هر روز باید ببینیمش. یعنی پینگ 999 توی طول عمرشون فعلا ندیدن، چون دیگه اونور یه اوضاع خیلی حرفه‌ایه و پینگشون خوبه به عبارتی. و فقط مشکل ما این که یه کوچولو پینگمون مشکل داره، وگرنه ما بهترین پلیرهای جهان رو داریم. یعنی خیلی ها تو همین ایران حیف شدن دیگه. به نظر من اگه پینگ اینا رو ما داشتیم خیلی بهتر میتونستیم استفاده کنیم ازش، چون واقعا پینگ 500 وسط گیم رو پینگ رفتن 500 و پلی دادن و وین شدن به نظر من واقعا کار هر کسی نیست. همین اینایی که دارن اینجوری گیم پلی میذارن اگه یه دقیقه پینگشون 100 بشه اصلا بازی نمیتونن بکنن، چون پینگ اصلا کلا قضیهش تو این گیم خیلی مهمه. خب 2 نفر موند، 3 نفر مونده این. ولی این پلیر واقعا قشنگ پلی میده. یکم ببریم جلو. 2 نفر مونده چجوری میزنه. این اولیش خواهد با وود پکر بزن. نه این ده میزنه فکر کنم. بزن. عالی تمام. بچه 32 تا کیل در مجموع زد و وین شد. 32 تا کیل ها خیلی حرفه. خب بچه همونطور که از گیم پلی دیدید روک اف یکی از بهترین پلیرهای این گیمه و به نظر من قشنگ پلی میده. امیدوارم که از این سبک ویدیوها خوشتون بیاد و لذت این ویدیو رو مثل ویدیو قبل برده باشید. حرفی نمیمونه ولی امیدوارم که یه روزی پینگ ما هم حداقل مثل اینا بشه، چون واقعا با پینگ 200 پلی دادن اونم تو ایران خیلی حرفه و استعدادهای ما داره هدر میشه. یه سری پلیرها داریم که واقعا بدون چیت بدون هیچی دارن خیلی تمیز و قشنگ پلی میدم. امیدوارم که یه روزی برسه ما هم پینگمون اوکی باشه. عشق منید، حرفی نمیمونه. تا ویدیو بعدی فعلا بدرود.